امروز میخوام بهتون بگم که چرا پروفیت خیلی مهمتر از موجودیتونه و اصلا در آینده چرا پروفیت شما قابل نقد شدن خواهد بود و قیمت همستر چقدر خواهد بود به صورت تخمینی و تقریبی. خب میریم سراغ این که آقا بهتون توضیح بدم اصلا چرا دارم این حرف رو بهتون میزنم. بدون معطلی و بدون هیچ چیزی وارد همستر میشیم تا من یه قسمت از همستر کمبت که خیلی مهم هست رو بهتون نمایش بدم و بگم آقا چرا من دارم این حرف رو بهتون میزنم. منتظر میمونیم این همستر باز بشه. خب ببینید بچه ها، چرا من میگم که پروفیت شما از این موجودی شما مهمتره و در آینده این پروفیت شما قابل نقد شدن خواهد بود. من داشتم همینطوری توی همستر کمبت میچرخیدم، چشمم به یه چیزی افتاد، اومدم قسمت فرندز. ببینید اینجا قبلا اینجا فقط موجودی رو نمایش میداد، خب اما الان اومده موجودی کوچیک شده و اصلا کم اهمیت شده، کم رنگ شده و اون پروفیت هر شخصی رو ببینید پروفیتش رو به عنوان تعداد سکش نمایش داده. پس بچه ها پروفیت شما در آینده قابل نقد شدن خواهد بود و این تعداد سکه‌ای که به عنوان موجودی شما میگیرید، این تعداد سکه هیچ اهمیتی نخواهد داشت و این قسمت پروفیت شما قابل نقد شدن خواهد بود. از کجا دارم این حرف رو میزنم؟ از اونجایی که دیگه موجودی رو کم رنگ کرده و دیگه نمایش نمیده و اون پروفیت رو به عنوان سکه و موجودی شخص داره نمایش میده. مثلا پروفیت این شخص 881 هاست و تعداد سکهش هم دقیقا همین مقداره. خب بچه ها ببینید، بریم سراغ این که میخواستم بگم قیمتش چقدره. قیمتی که پیش فروششه و داره خرید و فروش میشه تقریبا 3 سنته، یا نه ببخشید 30 سنته و تا 50 سنت هم گفتن که آقا خرید و فروش میشه، یعنی تقریبا 0.3 دلار تا نیم دلار. اگر که به فرض مثال پروفیت من 1 میلیون باشه، این 4 تا صفر ازش کم میشه و میشه 1000 تا. 1 میلیون من میشه 1000 تا. حالا این تقریبا اگه بخوام مثلا همین رو حساب کنم میشه 750 تا سکه از سکه های همستر کمبت به من میرسه و از 750 تا اگر ما بگیریم مثلا نیم دلار یا 50 سنت قیمت هر توکن همستر باشه، 750 تاش تقریبا 70 تاش میشه 350 دلار و تقریبا چیزی حدود 375 دلار میشه قیمت این موجودی من. و بچه اینا همش بر حسب حدس و گمان من هست، ممکن اصلا این 4 تا صفر ازش کم نشه ولی به احتمال خیلی زیاد کم میشه. چرا؟ چون که الان تمام موجودی که کاربران میتونن ماین بکنن، همستر گفته 150 میلیارده، یعنی اون توتال کوینی که میخواد وارد بازار بشه 150 میلیارده. نات کوین 105 میلیارد بود، این 150 میلیارده. 150 میلیارد توکن قرار وارد بازار بشه. 150 میلیون کاربرم همستر داره. اگر اینا رو یه تقسیم کوچیکی بکنیم میبینیم مثلا هر کاربر تقریبا ماکسیمومش باید مثلا 1000 تا سکه داشته باشه. 150 میلیون نفر 1000 تا سکه داشته باشن میشه 150 تا تقریبا توکن. میگم بچه ها اینا همش بر حسب حدس و گمان هست و ممکنه اصلا اینطور نباشه، من اشتباه بکنم، ولی خب چیزی که من الان اینجا دارم میبینم دیگه موجودی کمرنگ شده و اصلا اهمیتی از نظر همستر کمبت نداره و اون پروفیت شخص رو داره به عنوان تعداد سکه هاش نمایش میده. امیدوارم که به دردتون بخوره. خب بچه ببینید، من کارت های مهم همستر رو بهتون بگم. ببینید توی این قسمت این کارت 100x 75x 50x اینا خیلی مهمن، خیلی پروفیت های خوبی میدن اگه دقت بکنید. 27k 15k 17k این کارت حالا نمیدونم اسمش رو دقیقا نمیتونم تلفظ بکنم برام سخته. اینم خوب پروفیت میده، اینم خوب پروفیتش. ولی خب این قسم مثل اینکه کارت جدید اومده، بذارید اینم بازش کنیم، حالا بعدا اینو سر فرصت ارتقا میدمش.
خب میریم بچه ببینید مهمترین کارت ها تو این قسمت لگال هستن و این لایسنس مثلا آسیا، لایسنس اروپا، لایسنس امارات، لایسنس مثلا آمریکای جنوبی یا شمالی، دقیقا نمیدونم ساوس یا نورس، فکر کنم جنوبی باشه، لایسنس استرالیا، لایسنس مثلا نورس آمریکا، حالا میگم این دوتا رو جابجا شاید گفته باشم، لایسنس نیجریه، لایسنس ژاپن، لایسنس اتیوپی. اینها خیلی مهمن، اینا خوب پروفیت میدن، اینا محدودیت زمانی دارن و شما پشت سر هم نمیتونید اینها رو ارتقا بدید و دیگه طبق چیزی که الان گفتیم، طبق صحبتی که کردیم، دیگه موجودی زیاد اهمیتی نداره، این پروفیت شما هست که اهمیت داره. توی قسمت اسپیشیال این کارت ها هم خیلی مهمن بچه ها. ببینید پری مارکت لانچ، این هم کارت خیلی خوبیه، 10 به پروفیت من اضافه میکنه. خب میایم پایین تر و این کارت تون همستر هم خیلی خوبه. کارت های دیگه هم اگر دقت بکنید، این وب3 آکادمی لانچ هم خیلی خوبه. کارت های دیگه بچه ها ببینید کارت ها موقتن. ببینید من یه سری کارت ها رو از دست دادم، اینا رو مثلا فعال نکردم، خب یا مثلا توی این کارت ها اینو قبلا گرفتم و دیگه نمیتونم ارتقا بدمش، پس حتما اینا رو فعال بکنید و از دستشون ندید. امیدوارم که این آموزش هم به درتون خورده باشه. 5 تا از ایردراپ های روز دنیا رو توی کانال تلگرام براتون معرفی کردم، حتما توی کانال تلگرام عضو بشید به همین آیدی کانال یوتیوب. اینجا میبینید که 5 تا ایردراپ که حالا یکیش جدیدن اضافه شده، یه اسکوین اصلی، یه اسکوین فیک داریم. من اینا رو براتون گذاشتم، میتونید ازشون استفاده بکنید و اینا هم ایردراپ های مطمئنی هستن و اکثرشون تیک آبی دارن. مثلا این ایردراپ CTX با یک صرافی مطمئن داره کار میکنه و پشتوانش صرافیه و اومده کوین خودش رو به صورت ایردراپ معرفی کرده. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، کانال تلگرام هم داشته باشید، چون که عکس ها و کد مورسای روزانه همستر کامبت رو هم میذارم براتون اگر خواسته باشید. توی ایردراپ پیکسل مثل همستر کامبت ما روزانه 4 تا کارت داریم که اونا رو هم براتون میذارم. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.